رئیس جمهوری آمریکا همچنین از خروج 34,000 سرباز آمریکایی در سال 2014 از افغانستان خبر داده و گفته سال آینده جنگ ما در افغانستان پایان می‌پذیرد. ولی این پرسش و نگرانی اساسی در افغانستان هنوز باقی است که آیا نیروهای افغان به توانمندی کافی برای حفظ امنیت کشور دست یافته‌اند؟ از کابل ژنرال عتیق الله بریالی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان با ماست. ژنرال بریالی، خروج نیروهای آمریکا تا 2014 یعنی اقدام باراک اوباما با واقعیات افغانستان به ویژه میزان آمادگی نیروهای افغان برای تحویل گرفتن مسئولیت امنیتی چقدر مطابقت داره؟ واقعیت امر این است که تصمیم آقای اوباما که در 2009 اعلام شد و داره ابعاد اجراییش در حال جریان هست، بر اساس واقعیت‌های افغانستان اتخاذ نشده و این بر اساس الزامات و نیازهایی بوده که آقای اوباما در درون جامعه خودش به او مواجه بوده. واقعیت امر این است که علی الرغم جنگی که طی 3 سال بر علیه طالبان توسط ناتو و دولت افغانستان اعمال شده، هنوز این دستاوردهای تاکتیکی و قابل برگشت است و طالبان به این یقین دارند که با خروج نیروهای امریکایی و ناتو اونا میتونن حداقل در بخش برجسته از افغانستان اوضاع نظامی و سیاسی را متحول بسازند. چرا در بیش از 10 سال گذشته نیروهای افغان هنوز نتونستن به اون مرحله برسن که امنیت خودشون رو حفظ کنن؟ یعنی چالش و مشکلات اصلی نیروهای مسلح افغان چیه؟ خب اولی که زمانی که در 2001 و بعدش هم 2002 که امریکایی‌ها بر اساس یک برنامه در افغانستان فعال شدن، اونا استراتژی روشنی را برای به وجود آوردن یک نیروی ضد شورش در افغانستان نداشتن و تصور میکردن که دیگر طالب ها و القاعده شکست خورده، بنابراین این کشور به یک اردوی کوچک نیاز داره و این اردو هم به اساس نیازهایی که امریکا داره باید اجرای وظیفه بکنه. به همون اساس بود که اردوی 50,000 نفری را با تسلیحات بسیار ابتدایی اینا در مد نظر گرفتند و تا یک مدت طولانی که امریکا در عراق مصروف بود، در واقع بخش بسیار محدودی از 50,000 نفر تشکیل شده بود. اما با قدرت رسیدن آقای اوباما این پروسه تسریع پیدا کرد که از لحاظ نفرات فعلا اردو و نیروهای امنیتی افغانستان در عدد 350,000 نفر رسیدن. اما از لحاظ تجهیزات با در نظر گرفتن از اینکه این تصمیم در خیلی زمانهای آخر اتخاذ شد، هنوز اینا در موقعیت بسیار ابتدایی هستند. محاذا این که بخش اصلی ارتش که عبارت از قطعات یا جزءتام‌های کوچک اردو هستند که در حد تاکتیک عملیات انجام میدن، اینا از تجربه خوب برخوردار شدن. اما آنچه که در قدم‌های میانه و او در واقع از لحاظ اپراتیوی را شامل میشه و سطح رهبری، هنوز متاسفانه او ظرفیت‌هایی که بتونن این جنگ به صورت مستقل مدیریت بکنن، چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ تکنولوژیک به وجود نیامده است و در این امر هم دولت افغانستان کوتاهی داشته و هم از همه مهمتر سیاستی را که از لای متحده امریکا در احیای و تشکیل نیروهای امنیتی به کار بستند. به چالش اساسی امنیتی افغانستان طالبان اشاره کردید. جدا از مسئله جنگ با طالبان، مسئله مصالحه و گفتگو هم مطرح هست. مصالحه با طالبان چقدر و چگونه امکان پذیره؟ اساساً طالبان خطوط قرمز خودشانه در مصالحه مشخص کردند و اونا طرحشان است که تا زمانی که یک سرباز خارجی در افغانستان حضور داشته باشد، اونا حاضر به تعامل با جانب مقابلشان نیستند و از جانب دیگر هم همین جریان 10 سال اونا زیر سوال بردند و به نمایندگی از این جریان 10 سال در واقع میگویند که به هیچ قیمت حاضر به تعامل با آقای کرزی نبودند. اما علی الرغم از این تلاش‌های از جانب امریکا، ناتو، پاکستان و دولت افغانستان به صورت یک جانبه جریان داشته تا طالبان را متقاعد بسازند که به پروسه صلح بپیوندند.
تا حال حداقل جناح اساسی و حاکم طالب ها که تحت ضمانت شخص ملا عمر و آقای حقانی قرار دارند، اونا هیچ گونه تمایلی را برای تعامل و پذیرش وضع موجود از خود نشان ندادند. در کنفرانس های توکیو و پاریس برخلاف موضع جدیدی را از خود نشان دادند و اویی بود که حاضر نیستند با دولت افغانستان کنار بیان و مذاکره بکنند، در حالی که حاضر هستند با نماینده های اقوام دیگر و با جبهه متحده که در مقابل از اونا قبل از 2001 مقاومت کرده بود حاضر هستند تعامل بکنند، که این نشان میده هنوز از اینکه اونا این سیستم و همین جریان 10 ساله به زیر سوال بردن امکانات تعامل با اونها وجود نداره. از جانب دیگر هم اونا معتقد هستند که وضع موجود یک بنبست تاکتیکی است و با خروج نیروهای ناتو اینا میتونن از تغییر بدن به نفع خودشان. از اینکه جنگ ها و فشارهای ممتد 3 سال آخر ناتو اونا اراضی را از دست دادن، فکر میکنن که با حرکت های تروریستی نمیتونن به قدرت برسن، چی که باید اونها به جغرافیا دست پیدا بکنن تا افغانستان وارد یک جنگ داخلی بکنن که خودشان هم قابل جمع بوده باشن. و بعد نظر گرفتن این مطلب بعید به نظر میرسه که یک اونا با آقای کرزی وارد تعامل شوند و دو این فرصت طلایی را که در پیروزی را در دسترس خود میبینند از دست بدن و وارد یک تعامل شوند که اصلی خود کنار بگذارند و مشروعیت و اصل ماهوی خودشان زیر سوال ببرند. بله، سپاسگزارم از شرکت شما در ساعت خبر. ژنرال عتیق الله بریالی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان از کابل.